وای بازم واشر، سلطان واشر ایران بازم واشر زد. یکی پیدا نمیشه این موزل واشر 450 حل کنه. معجزه‌گر ایران اومد. اگر این نصیحت‌های معجزه‌گر رو گوش کنی، اگر این کلیپ‌های آموزشی و ترفندهای کاملا رایگان که به عشق هموطناش میذاره رو گوش کنی، قطعاً یه روزی یه جایی یکی از این کلیپ‌ها به دردت میخوره. پس با دقت گوش کن اگر میخوای ماشینت خراب نشه، هزینه نکنی. دوست عزیز، اگر شما مثل تصمیمت هم که سالی یه بار عوض میکنی هر 60,000، سالی یه بار ترموستات ماشینتو عوض کنی، تو رو خدا تاریخ بزن چقدر مگه کار داری؟ سالی یه بار ترموستات، سالی یه بار شیلنگ ها و جند های ماشینتو عوض کنی و سالی یه بار رلفن ها، به رلفن خیلی حساسن 450 ها و سمند ها و در آخر اگر واشر زد یه واشر اصلی تقویتی بندازی، مطمئن